بعضی از خودمون دین متعلق است. شما گفتید که کودتا چه کار رو انجام داده است. باید خیلی نمود که وابسته به این پدیده نامطلوب که نه اینکه کودتا بلکه قسمتی از اهل جامعه را خیلی متاثر کرده است، یک خطاب کارهای مشخص را به انجام رسانید. از جمله با تمام مخاطبان ولایت ختن روز 25 ماه جون، با همچنان با امام خطیبان و امامان شهر دوشنبه، با امامان و امام خطیبان نایای تابع جمهوری از جمله حصار، ترسوزاده، شهر نو، رودکی، ورزا، با امام خطیبان ولایت سوخت ملاقات‌های داخل‌دار گذرانده شد که وابسته به این امورهایی که البته در اینجا باید خیال کرد نه همه آنها مخصوصا امام و امام خطیب هستند. بعضی از آنها فقط شهروندان جمهوری اسلامی هستند که به امامتی و به مسجدها مقدار مناسبت ندارند. در هر صورت و امام خطیبان فرموده داده شد که آنها در دایره اخلاق، رعایت اخلاق، رعایت مقررات دین مبین اسلام، قرآن، حدیث و رعایت رعایت کردن عقیده و گفتارهای امام اعظم که اخلاق در مد اول است و نمازگزاران خویش تاکید کنند تا اینکه نمازگزاران این بعد باز در عایده‌های خویش و فرزندان خویش این را تاکید کنند. قضیه واقعش تحقیق شده است یا نه؟ تا کدام اندازه درست است؟ البته کمیته با کارهای این ارگان تفتیشاتی آیا محسوب نمی شود. فقط ما نیز مثل شما اطلاع داریم که همین وابسته به حقوق پیوسته است. وابسته به تحقیق مسئله ها دیگر مقامات هستند که آنها تحقیق میکنند.